دوستان گلم سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوام براتون نون زنجیره‌ای درست کنم. فوق العاده خوشمزه است. بریم که با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. حدوداً 1 قاشق مرباخوری مایه خمیر رو میریزم داخل این ظرف. بلافاصله آرد رو میریزم. 600 گرم آرد الک کرده دارم. به همون اندازه خمیر مایه نمک اضافه میکنم. خوب مخلوط میکنم. حدوداً 100 تا 150 گرم جوپرک اضافه میکنم. .300 میلی لیتر که این پیمانه هستش اول کار اضافه کردم و الان دوباره نصف دیگه دوباره اضافه میکنم. 35 گرم کره رو اضافه میکنم. به دلیل اینکه خمیر مایه کمی ریختم داخل این خمیر 2 ساعت کامل میذارم که استراحت کنه. خب ببینید خمیرم به مدت 2 ساعت به این خوبی بر اومده. چانه‌های خمیرم 400 گرمی هستش. چانه‌هایی که گرفتم 400 گرم هستش. خب حالا اینو من بدون آرد درستش میکنم. به این شکل. ببینید خمیر دوباره خودش رو جمع میکنه. به همین راحتی. ببینید بعدش یه مقداری اگر که دوست دارید نونتون بزرگتر باشه و یه نونی خیلی پوک و خوشمزه داشته باشید حتما اینطوری دوباره باز کنید. ببینید میتونید به این شکل هم بذارید. به همین راحتی. به این ترتیب هم 200 گرمی درست کردم و همین که 400 گرمی درست کردم که شما هر دو رو ببینید و هر کدوم که دوست داشتید برای خودتون درست کنید. حالا یه پارچه تمیز روش میندازم، میذارم به مدت 15 دقیقه استراحت کنه تا زمانی که فرم گرم بشه. خب اینم بعد از 15 دقیقه استراحت که بهش دادم 1 عدد زرده تخم مرغ رو با 1 قاشق غذاخوری زعفران 2 قاشق غذاخوری شیر مخلوط کردم رومون میکنم روش. فرو من 15 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. مدت پخت این نون 15 دقیقه هستش. خب حالا یه مقدار کنجد میزنم. شما اگر که کنجد دوست دارید کنجد بزنید، اگر که سیاه‌دونه دوست دارید سیاه‌دونه بزنید. آماده است که بذارم طبقه وسط فر. نونهای نرم و خوش رنگ آماده شدن. امیدوارم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید.
لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگولرم بزنید که هر وقت من ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.